سلام دوستان عزیز، با استراتژی های کورنر فینیشینگ در خدمتون هستیم. میخوایم ببینیم که این قطعه رو چجوری میتونیم با استفاده از استراتژی های کورنر فینیشینگ گوشه هاشو ماشین کاری کنیم. خب در کورنر فینیشینگ ما 3 تا استراتژی داریم که میتونیم با استفاده از این 3 تا روش ما کورنرها رو ماشین کاری کنیم. خب اولین قسمت که راحت ترین هستش کورنر پنسل فینیشینگ هستش. خب کورنر پنسل فینیشینگ کاری با ابزار قبلی و هیچی نداره، فقط ابزاری که تعریف میکنیم رو یک دور از جاهایی که گوشه هستش این ابزار رو در اونجا میگردونه، یعنی یه طولپسی فقط برای یک بار فینیشینگ در اون گوشه ها یه طولپس به ما میده. خب همونطور که میدونید توی گوشه ها 2 تا بحث مهم داریم. یکیش بحث گوشه های دیوار به دیواره که با استیپ معروفه و میشناسیم، و دیگری دیواره به کف که اونم با شلو نمایش میدیم. خب الان در قسمت آوتپوت میتونیم جدا کنیم که میخوایم دیواره به دیواره یا دیواره به کف رو فقط بزنیم. وقتی شلو رو انتخاب میکنیم فقط دیواره به کف رو انتخاب میکنیم. وقتی استیپ رو میزنیم فقط دیواره به دیواره رو انتخاب میکنیم. وقتی بوس رو میزنیم هر دوتا رو انتخاب میکنیم. خب ترشولد انگل چی هستش؟ ما هر وقت صحبت از شلو میکنیم یعنی دیواره به کف، در اونجا ترشولد انگل هم هستش. خب دیواره به کف زاویه‌ای که اگر در اینجا دقت کنید یه زاویه‌ای میتونیم مماس بر سطح بکشیم به این صورت. به این صورت میتونیم بر این سطح یه مماسی میکشم، یعنی در هر سطح میتونم بکشم من اینو در هر نقطه‌ای، مثلا به این صورت، در اینجا، در این نقطه این زاویه خواهد بود، و یا اینکه مثلا در این نقطه به این صورت خواهد. خب الان نگاه کنید در این نقطه مثلا این 30 درجه است، در این نقطه مثلا 45 درجه است، در این نقطه 60 درجه است، مثلا اینو 90 درجه حساب کنی 60 درجه. پس وقتی ترشولد انگل رو صحبت میکنیم، زاویه 30 درجه وقتی میگیم نقطه ای از سطح هست که در اونجا زاویه ما کمتر از 30 درجه هستش. در این سطح صفحه های باز بیشتر از 165 درجه رو دیگه گوشه حساب نمی‌کنه.
ترشولد انگل توی رستر هم هستش، اونجا هم عین همین موضوع خواهد بود. خب تولرانس رو عددش رو میذارم مثلا روی 100 و جهت ماشینکاری رو کلایم یا کانونشن انی انتخاب میکنیم، ضخامت نگه داریم یا نه و کلکولیت رو میزنیم. هر جایی رو که گوشه تشخیص داده اونجا رو یک بار طول پس می نویسه. خب در بقیه استراتژی ها که به صورت کورنر فینیشینگ و یا کورنر مولتی پنسل فینیشینگ هست، در اینها باید ما حتما رفرنس تول رو انتخاب کنیم که قبل این چه ابزاری حرکت کرده، اینجا رو زده و میخوایم با این ابزار جدید اینجا رو ادامه بدیم. خب کورنر مولتی پنسل فینیشینگ، دوباره آوتپوت، شالو استیپ و بوز، ترشولد انگل هستش. خب مقدار کسب این چقدر هستش؟ اینم همون صافی سطح ما هستش. صافی سطح چه مقدار میخواد باشه؟ از روی این تعداد رو حساب میکنه. از روی صافی سطح استپ آور ها رو حساب میکنه. دیگه اینجا استپ آور نیست، صافی سطح هستش. خب مثلا میذارم روی 100 و جهت رو انتخاب میکنم. باید بریم کورنر دتکشن رو انتخاب کنیم. میگیم که قبلی رفرنس تول من چی هستش؟ مثلا قبلا با 8 زدم، الان با 4 میخوام بزنم. کلکولیت رو میزنم و جاهایی که قبلا 8 زده و الان با 4 رو میخوایم بزنیم رو با صافی سطح 100 رو حساب میکنه. خب میتونستیم ما به جای گز ماکسیموم پاس را بدیم، یعنی چند تا میخوایم پاس بزنیم. میگیم مثلا 4 تا پاس بزنیم. با 4 تا پاس اینجا رو ماشین کاری کرد. خب میتونیم بگیم که منطقه ها رو از هم جدا کنه، یعنی مناطق شلو و استیپ رو از هم جدا کنه. خب به این صورت اینجا منطقه
شلو هستش این قسمت، بقیه استیپ هستش. این قسمت ها رو جدا کرد. خب گزینه بعدی، استراتژی بعدی، استراتژی کورنر فینیشینگ هستش. خب اینم دقیقاً مثل اون یکی هستش. خب یه فرقی داره که میخوایم اون فرق رو اینجا بررسی کنیم. دوباره آوتپوت شلو استیپ بوس هست، منتها استراتژی رو میگیم که اینجا به صورت الانگ بزنه، استیچ بزنه یا اتوماتیک خودش در نظر بگیره. فقط فرقشون اینجا هستش. پس ما میگیم که به صورت الانگ بزن، در طول خواهد زد. میگیم که به صورت استیچ بزن. خب اینو باید بذاریم روی اینی که به صورت رفت و برگشتی بزنه. حالا ما باید روی لینک هم از سیف برداریم، بذاریم استفا. هر بار که میزنه میاد سیف زد. به صورت استیچ میزنه یا به صورت الانگ میزنه. پس توی کورنر فینیشینگ ما میتونیم استراتژی رو عوض کنیم، ولی دقیقاً عین همون مولتی کورنر هستش. در این استراتژی هم حتما باید قبلا با چه ابزاری زدیم و اینجا بهش بگیم که قبلا با چه ابزاری زدیم، رفرنسمون چی هستش و الان میخوایم با چه ابزاری بزنیم. خب امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشی. دوستان عزیز، برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار دهید تا از پست های جدید ما اطلاع پیدا کنید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید.